اگه گلخونه دارید، حتما بارها از خودتون پرسیدید خب بالاخره چی بکارم؟ امروز میخوایم ببینیم چطور میشه این سوال ساده رو به یه استراتژی قدرتمند برای کسب و کارتون تبدیل کرد. اونم با الهام از داستان دکتر حمیدرضا صباغی، کسی که کارش رو واقعاً از صفر مطلق شروع کرد. این جمله خودش گویای همه چیزه. ببینید، توصیه‌های دکتر صباغی از تو کتاب‌ها در نیامده، بلکه نتیجه تجربه‌های واقعی و روبرو شدن با کلی سختیه. یعنی راهی رو رفته که خودش چم و خمش رو بلده. خب، برای اینکه روش دکتر صباغی رو درست بفهمیم، اول باید با داستان زندگی و هدفی که دنبال میکنه آشنا بشیم. ببینید، مسیرش اصلاً صاف و ساده نبوده. یه مسیر پر از بالا و پایین. از کارگری تو گلخونه‌ها برای اینکه خرج دانشگاهش رو در بیاره شروع کرد و با کلی پشت کار رسید به مدیر عاملی یه شرکت بزرگ. هر شکستی که خورد براش یه درس بود برای موفقیت‌های بعدی. کل فلسفه اصلی کارش تو همین یه جمله خلاصه میشه. موفقیت تو کار گروهیه، نه تو درخشش فردی. این درسیه که توی مسیر سخت زندگی و کارش یاد گرفته. خب، حالا ببینیم این فلسفه چطوری به گلخونه‌دارا کمک میکنه. تجربه شخصی دکتر صباغی باعث شد بزرگترین مشکلی که تولید کننده‌های منطقه باهاش درگیرن رو شناسایی کنه. ببینید، مثلا تو اروپا بازارها ساختار دارن و به تولید کننده ها میگن چی و چقدر تولید کنن. اما تو ایران بازار آزاده که شاید در ظاهر خوب به نظر بیاد، ولی باعث سردرگمی و چالش‌های خیلی بزرگی برای تولید کننده ها میشه. این آزادی تو بازار یه چرخه خیلی خطرناک درست میکنه. یه محصولی رو بورس میاد، همه هجوم میبرن سمت تولیدش و طولی نمیکشه که بازار اشباع میشه و قیمت‌ها سقوط میکنه. این یه تله است که متاسفانه خیلی‌ها توش گیر میکنن. اینجا قشنگ میشه تفاوت این دوتا دنیا رو دید. تو بازارهای بی‌ثبات تولید کننده برای اینکه بتونه دووم بیاره، باید همیشه یه قدم از بقیه جلوتر باشه و استراتژی خودش رو داشته باشه. وقتی نمیشه رو ثبات بازار حساب کرد، باید استراتژی شخصی داشت. این کار با تمرکز روی چیزهایی شروع میشه که کاملاً تحت کنترل خود شماست. دکتر صباغی میگه قبل از اینکه اصلا به اسم یه گیاه فکر کنید، باید این 4 تا عامل رو به دقت بررسی کنید. اینها ستونهای اصلی استراتژی شما هستن. اون یه مثال خیلی جالب میزنه. میگه شما نمیتونید کریستیانو رونالدو رو توی زمین خاکی به بازی بگیرید. منظورش اینه که یه گیاه عالی و درجه 1، یه گلخونه عالی و مجهز هم میخواد تا بتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه. خب، بعد از اینکه شرایط کلی رو سنجیدید، نوبت میرسه به اندازه گلخونه‌تون. استراتژی یه گلخونه کوچیک با یه گلخونه خیلی بزرگ زمین تا آسمون فرق میکنه. این جدول قشنگ مسیر رو براتون روشن میکنه. گلخونه‌های کوچیک با تولید محصولات خاص و کمیاب موفق میشن. گلخونه‌های متوسط با تکیه بر نیروی کار ماهر و محصولات با ارزش و گلخونه‌های بزرگ هم با تولید انبوه و پایدار برای بازارهای بزرگتر. ولی خب، یه استراتژی خوب فقط برای امروز نیست که. باید همیشه به فکر فرصت‌های آینده و راه‌های جدید هم باشید. بازار همیشه تشنه چیزای جدیده. موفقیت با نوآوری به دست میاد، مثلا با تولید یک گل خوشگل خارج از فصل یا حتی با ارائه یک گیاه معمولی ولی توی بسته‌بندی خیلی شیک و جذاب. و نکته کلیدی دقیقاً همینه. مشکل اصلی کمبود مشتری نیست. مشکل کمبود محصول با کیفیت و پایداره. یعنی تقاضا تو بازار خیلی زیاده ولی عرضه محصول درجه 1 کمه. و اینجاست که میرسیم به آخرش. سوال اصلی واقعاً این نیست که چی بکاریم. سوال اینه که چطوری میتونیم یه ارزش پایدار و متفاوت خلق کنیم. این تغییر دیدگاه همون کلید موفقیت تو این بازاره.